امو نگهبان مثل اینکه کنگت کوش میکند. ما رو که از بهشت به جهنم فرستاده ای. ای چه شده است که ما رو فراخوانده ای؟ شما دتا باز چه شمرکده ای هستین؟ از وقتی شما رو به جهنم فرستاده هم جهنمیان رو به فجع در آورده این. امو نگهبان ای کی خامه خوری ما رو کرده است؟ همه از هیتلر گرفته که به زور سیبیل هایش را با ژیلت زدین تا صدام حسین که بی دلیل میروید پیشش زنه‌زار او رو میگویید. هیتلر که سبیلوش خل بدنما بود، برایش زدیم گفتیم شبیه بنابانی بذارد. امو نگهبان نکند انتظار داری بعد از این همه بدبدکایی که صدام انجام داده است ما زنه‌زارش نگوییم؟ اسا کیتی شد امروز از پلاپجش شروع میکنیم تا یخبزکه که داخل یخچالش. شما دتا چقدر بدکتارین. حداقل حرمت ریش سفید یزید را داشته باشین. او دیگر با شما چه کرده است که بهش دشنام میگویید؟ امو نگهبان ما اصلا با یزید کاری نداشتیم، او سرمان ما نیست. ما فقط به شوخی پشت پرایدش نوشتیم یزید مادرت را. این را به من بگویید چرا زدید دماغ عبدالمالک ریگی رو شکسته این؟ بس که ریگ ریگ میکرد. ریگ دیگر چیست؟ بابا ریگ دیگر عبدالمالک ریگی از زمانی که دندونای خودش رو کامپوزیت کرده است بی دلیل کنار ما میخندید و هی ریگ میکرده است که ما دندونایش رو ببینیم. من و داش مرزا هم زدیم دک و پوزش رو پیاده کردیم. میدانید این چیست؟ سه کباب. میخوایی به ما کباب بدهی؟ به گمانم شنیده اید در جهنم سیخ را داغ کرده و کجای آدم پتی میکنن. من میدانم در گوش، نه خیر، بیا پایین در. دهان، الا پایین در. ناف. احمد نه من میدونم این میخواد کجا پتی کند. کجا پتی کند؟ پشت فرار کنیم.